سلام، فرزانه پناهی هستم. خوشحالم با آشپزخونه من سر زدید. دوست دارین آبگورهای خوشمزه و خوشرنگ و خیلی هم خالصه، هیچ ناخالصی هم نداره. ببینید چه آبگوره، چه رنگی، به همین راحتی. خیلی هم راحته درست کردنش. تمام نکته هاشو گفتم توی فیلم و خیلی فقط با این دستگاه یا هر دستگاه دیگه دارید آبگوره رو درست کردم و خیلی هم راحت. تقریبا من 2,5 کیلو قوره گرفتم، قوره دونه دار. اینقدر به من آبگوره دادش که خیلی کاربردی توی سالادامون، توی خورشامون، که خیلی ضروریه برای ما خانمای خونه دار. خیلی کاربردی هستش استفاده کردنش. اگه دوست دارید این آموزش رو ببینید، بریم با هم دیگه این آموزش رو تا آخر ببینیم. موادی که لازم داریم، میخوایم یه آبگوره خونگی بگیریم. قوره دونه دار هستش، میتونیم با قوره بدون دونم بگیریم. نمک لازم داریم، یه شیشه و یه مقدار از آبگوره سال گذشته و مخلوط کن. من الان میرم بقیهش رو بهتون نشون میدم. قوره ها رو من به این صورت تیکه های بلندش رو جدا کردم. احتیاج نیست دون کنید. وقتی که قوره رو گذاشتید داخلش کمی نمک میذارید، یه نیم ساعت میذارید داخل نمک باشه. بعدا قورمون رو میشوریم، 2-3 مرتبه آب کشی میکنیم. خب تقریبا 1 ساعت من گذاشتم قوره تو آب و نمک موندش. بعد توی صافی خالیش میکنم. این کار رو ما 2-3 مرتبه انجام میدیم که قشنگ گلورای هر چیلای قوره هستش از بین بره. دوباره یه مرتبه دیگه دوباره قوره ها رو داخل سبد میریزم. این کار رو 2-3 مرتبه تکرار کنید تا کاملا قوره هاتون تمیز بشه. من این کار 2-3 مرتبه انجام میدم. قوره ها رو ببینید فقط احتیاجه که این شاخک های بلندش رو بگیرید. اصلا احتیاج نیست دون کنید، جدا کنید. من الان اینو کاملا خوب تمیز شستم. ببینید همه رو به همین اندازه. فقط شاخک های که کلفت بلنده اونا رو جدا کنید. بعد من داخل مخلوط کن میریزم. به همین راحتی با تمام مواد. برای چرخیدنش هم از آبگوره‌ای که از پارسال داریم استفاده میکنیم. شما داخل آب میوه‌گیری هم میتونید درست کنید، میتونید به بیرون هم برید براتون آبشو بگیرن. من یه مقدار آب قوره اضافه میکنم، فقط به اندازه من مخلوطش میکنم که حساش اصلا خورد نشه، وگرنه اگه خورد بشه مزه گسی میده که آبگوره رو خراب میکنه. خب الان آبگوره‌اش کمه، من یک کم دیگه میریزم. ببین همینقدر بسته، فقط کافیه. ببین اصلا حساش نمیذاریم داخلش خورد بشه، همینقدر کافیه. الان من اینو از صافی رد میکنم. قوره رو که گرفتیم به این صورت ببینید اصلا حساش له نشده. من همه این قوره ها رو به همین صورت داخل دستگاه میریزم. ببینید اصلا حسا خورد نشده. اگه خورد بشه مزه خیلی بدی آبگوره‌تون میگیره، یه مزه گسی میگیره. کاملا فشرده میکنه. حتما هم دستکش دستتون بندازید که دستتون به خارش نیفته. کاملا آبشو میگیرید. بعدا من یک بار دیگه اینو از یه توری خیلی نازکتر رد میکنم. خب ببینید من الان این آب قوره ببینید به این صورت گرفته شد، خیلی زلال، ولی یه بار دیگه از صافی رد میکنم. دوباره مجددا بقیه قوره هامو به همین ترتیب میگیرم. کمی آب قوره اضافه میکنم داخلش، اگه کم بود اضافه تر میریزم. دوباره میریزم داخل دستگاهمو روشن میکنم.
من الان کاملا آب اینو گرفتم، 3-4 مرتبه مخلوط کنم و پر کردم، با کمی آب غوره روونش کردم. ولی ببینید اصلا نگاه کنی حساب اصلا خورد نشده، نگاه کنید همه درست است. اگه حساب خورد بشه خیلی بدمزه و گس میشه و اصلا هم احتیاج نیست که بذارید قوره هاتون خشک بشه. همونجوری من خیس خیس گذاشتم، قوره آماده شد. الان من یه بار دیگه این همه آب به من داد، یه مقدارم داخل اینه. الان اینو من دوباره از صافی 2 مرتبه دیگه ردش میکنم تا تمام ناخالصیاش در بیاد. خب الان توی این مرحله من دوباره یه بار دیگه از صافی کل آب قوره‌ای که گرفتم از صافی رد میکنم. بازم یه بار دیگه از یه توری خیلی نازک رد میکنم. حتی اگه یه تنظیف داشته باشید خیلی بهتره. ببینید من تقریبا 2,5 کیلو قوره داشتم. ببینید چقدر آب داد. خب الان من اینا رو اضافه هاشو میریزم دور، دوباره از یه توری خیلی ریزتر رد میکنم. الان من از این توری که خیلی نازکه، ببینید خیلی توریش نازکه، یا حتی یه روسری داشته باشید که خیلی نازک باشه میتونید استفاده کنید به جای صافی. میتونیم این آخرش هم نریزه. خب من دوباره دفعه الان سوم میشه که رد دارم کنم. یه توری دیگه هم گذاشتم داخلش. به این صورت آبش رو رد میکنم. این تایش که یکم مواد داره دیگه نمیریزم. ببینید این دفعه اصلا هیچی نداشت دیگه. این یکی توری هم به این صورته. یک بار دیگه بازم من رد میکنم که دیگه خیالم راحت باشه هیچی اضافه نداره. آب قوره های ما آماده شده. الان خیلی راحت هم درست شد. بهترین و ساده ترین روشی که الان من به شما گفتم. 1 قاشق نمک میخوایم برای 1 لیتر آب قوره. این شیشه های ما 1 لیتریه. آب قوره رو میریزم داخلش. ببینید چقدر زلال و شفاف هست و چند مرتبه از صافی رد کردم. اصلا هیچ چیز نداره داخلش. به همین راحتی درست میشه. این تقریبا 2,5 کیلو قوره بودش. به همین راحتی میتونید هر وقت قوره بگیرید به همین صورت درست کنید که دیگه زمستون خیالتون راحت باشه از آب قوره. یه آب قوره طبیعی و سالم و بدون ناخالصی. آب قوره خونگی ما آماده شد. ببینید به این صورت آب قوره‌مون چه رنگی داره. خالص هستش. اگه دوست دارین آب قوره رو یاد بگیرید، من تمام نکته هاشم توی فیلم گفتم. خیلی راحت درست کردنش، خیلی هم خوشمزه است و برای کنار سالادا توی خورش ها خیلی استفاده و کاربردی هستش. اگر میخواید ترشتر از این بشه، این آب قوره رو میتونید کمی بجوشونید، مثلا 3 تا شیشه تبدیل بشه به 2 تا شیشه که مقدار کمتر داخل خورش ها بریزید. این هم یه روشش هستش، ولی این رنگش خیلی خوش رنگه، خیلی خوبه برای داخل خورش ها. اگه این آموزش منو دوست داشتید، کانالمون رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید و خوشحالم که منو حمایت میکنید و کلی به من انرژی میدید. ممنون از شما که تا آخر ویدیو با من بودید.